پتلون گوشتی پوشیدن چه اشکال دارد؟ اشکال ندارد؟ حرام است. پتلون گوشتی پوشیدن حرام است. کل بدنتون از دور مثل گوشت بدنتون دیده میشه، مثل معلوم میشه. او جواز داره. پیش شوهر که اشکال نداره. ولی اگه با پتلون گوشتی تو به شهر و بازار میگردی، با پتلون سفید چسبه که برجسم میگن و بدنش چسبیده و با بازار میره، یک مقدارم باز او خود بالا میگیره، میشه او که چسبش خود بالا میگیره، باز یک مقدار سفیدی پایم معلوم میشه. به خدا این بزن به خیلی به حیاست. اگر شرم خدا میداشت این کار نمیکرد. بجره که پای زن باید معلوم نشه و مردان نبینه، او حرام است، عورت است اوجه. کس به این توجه نمیکنه. حالا خب فعلا پیشکاری پیدا کردن که هر جای ما کلان معلوم شد. پیشتر یک کسی اوجه گفته که پیشکاری لب آمده، به لب پیشکاری میکنه. به خاطر ما دنیای بیوفا چی کاری که امروز زن و مرد نمیکنه. مردا گوشواره میپوشن، موی خود سیخک میزنن، کره میپوشن. مردا فعلا رسم اومده کره باید پوشه، دیدم مود است. کی پوشیده؟ فلانی بچه فیلم. نام چی است؟ بلال. زنا هم این از کی آموختی؟ یک فیلم نو تازه آمده بود، خیلی دخترش لباس خوبش پوشیده، همین موضوع گرفتی. نام چی است؟ عایشه. میگه تنها عایشه را به نام دوست داری که فقط نامش را گرفتی؟ او هم که پدر و مادر دی نام مانده، از این نام خوش نیستی. اگه خودت وقت جان میداشتی، نفس کشیده میتونستی، میگفتی نام مرا ریکا بانین، یه سوپرستار دیگه نام نبانین. غیر از رویبند، چپند، چی پوشیده شود که حجاب مکمل شود؟ مادر گرامی اصلا حجاب، این حجاب شما زنا میپوشین، این حجاب بینی صفت را اسلام بیان نکرده که همین تو حجاب شما باید باشه. او صفتش را بیان کرده اسلام. ببین این صفت هر لباسه که یعنی به این صفت سر خورده مو حجاب است و اگر نخوردم اینا حجاب نیست. اول نازک و رقیق نباشه که پوست بدن معلوم شد، موهایتون از زیر چادر معلوم شد و اگر بود حجاب نیست. دو، از فرق سر تا قدم را بپوشونه. اگر از فرق سر تا قدم نپوشونه حجاب نیست. پس بعضی ها چادری میپوشن، چادری تا سر ناف، این طرف یک قسم گیبی میگن، لباس گیبی میگن، چی میگن، پنجابی های کوتاه را میپوشن. وقتی که در سرک میگردن پیش روشون باز. حجاب هم ایست که از فرق سر تا شست پا را بپوشانه، هیچ چیزی از بدنتان معلوم نشه. 95% زنان فعلا لباس اسلامی ندارن. 95% زنان لباس اسلامی ندارن. بعضی ها لباس دراز پوشیدن، قول از اینجا قطع است، قول دارن، آستینشان هست، عینق گریبان برهنه است. خب گریبان هم جور است، پشت سر قدر برهنه است، کجا رو ترمیم بکنیم؟ خب دومی که از فرق سر تا شست پا را باید چی کنه؟ بپوشانه. سوم خیلی تنگ نباشه که برجستگی های وجود معلوم شده. حالا تلاش میکنن از او کده میگه خوب تنگ بپوشیم که همین باریکی کمر معلوم شده. اگر یکم تو تنگ جور نمیکنه با یک کمربند جور میکنه، او را شخ کش میکنه. همین چیزا را من از پیش خود میگم یا هست؟ خب پس هست. حجاب براتون معرفی بکنم، تنگ نباشه که برجستگی های وجود معلوم شد ولی کس به این توجه نکرده. چهارم، لباس ظاهرش زینتی نباشه. آلز امروز حجاب میپوشن، اینجا تا اینجا این قدر دراز شده، آستین تا اینجا دراز شده، این که بلند میکنه خب مستقیم زیر قولم معلوم میشه. این تا اینجا دراز است، بازی را از این طرف که ستاره زرد گرفتن تا این طرف، این قدر این مورکاری کردن
که یک مرد از دور ببینه خود همین لباس جذب میکنه، خود همین لباس این مرد به فکر گناه میکشانه. این دو طرف هم شمله زرد گرفتن تا پایین، عجیب گلها را به این زدن. یعنی ظاهر لباس کشنده به سمت گناه نباشه، قدر جذاب نباشه. پنجم، شبیه زنان کفره نباشه. یعنی این لباس به خاطری که فلانی دختر فیلمی را جور کرده من هم رنگم او میسازم، تشبیه به کفار نباشه. چرا؟ پیامبر صلی الله علیه وسلم میگه من تشبه بقوم فهو منهم. کسی که خود را شبیه یک قوم میکنه روز قیامت در کنار همون قوم حشر میشه. محبت هر کی به دلت باشه در روز قیامت در کنار همون هستی. امروز شما مادرای ما بگوین چند فیصد زنا امروز لباس عایشه مادر میپوشن؟ 90% به بالا زنان امروز در فکر همی هستن که کدام لباس از کدام بازیگر در کدام سریال در کدام فیلم این پوشیده شده که ما او را بگیرم دیگران نپوشیده باشه. اول میره موتورم در بین مردم، در حالی که هر قدر کسی که بعد از سوی لباس میپوشه که در تن تو دیده گناه کل از تو گرفتی. ششم، لباس مردانه نباشه. پتلون کوبای مردارم میپوشه نمیپوشه. زن و مرد چه فرقی کرده فعلا؟ زن باید لباس خود را داشته باشه، مرد لباس خود را داشته باشه. امروز چه واقعا عجیب حالتی به سرزمین حاکم شده. مرد و زن یک رنگ لباس. تا دیروز زنا چپن مردا رو جور میکردن، دیده بودین؟ خددار. مردم چپن میپوشید در زمستان، اینا چپن خددار مردا رو جور کرده بودن. آخه این چی است؟ میخوام با این چی رو ثابت کنیم ما؟ این 6 تا صفت داره. این 6 تا صفت در لباس هر کسی هست. یعنی این 6 تا صفت در لباس هر کسی هست، حجاب نیست. اگر او شبیه مرداست، شبیه زنان فسخ است، او تنگ است، او باریک رقیق است، دیده میشه. او کل بدنش نپوشانده، برجستگی های وجودش معلوم میشه. او حجاب نیست.